سر کوی گذشتی غریب شاد نوشان شب افروز بشد خاموش و در دو برنگشتی ببین موی تو آشوب جهان شد نگهبان غمت پیر و جوان شد اگرچه اول صبح است بنگر که بر پا آتش آخر زمان شد اگر آن یار اندازد نقابش شود روشن جهان از آفتابش به خاک سرد پوشیدند آن روی ببیند شب به شب یک شهر خوابش به خاک سرد پوشیدم آن روی ببینم شب به شب یک شهر خوابش ببین موی تو آشوب جان شد نگهبان غمت پیر و جوان شد اگرچه اول صبح است بنگر که بر پا آتش آخر زمان شد ببین موی تو آشوب جان شد نگهبان غمت پیر و جوان شد اگرچه اول صبح است بنگر که بر آتش آخر زمان شد که بر آتش آخر زمان. درودهای من رو پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران. بسیار خوشحال هستم که این فرصت فراهم شد تا یک بار دیگه با پخش زنده ویژه خیزش مردمی و انقلاب سراسری ایران در خدمت شما عزیزان باشم. همونطور که مطلع هستین خیزش انقلابی زن زندگی آزادی وارد 5مین ماه خودش شد. ما در این مدت چه تلویزیون کماله و چه حزب کمونیست ایران در بخش کردی و فارسی تمام سعیمون بر این بوده که باز تا به این انقلاب با شکوه رو در تلویزیون خودمون برای شما عزیزان داشته باشیم و برنامه‌های هفتگی و روتین رو در این مدت تعطیل کردیم. اما امروز تصمیم گرفتیم که از این پس برنامه‌های زنده روزهای شنبه و 30 دقیقه به وقت تهران برنامه کردی و 8 و 30 دقیقه شب به وقت تهران برنامه فارسی داشته باشیم روزهای شنبه و یک شنبه. برای ارزیابی از این انقلاب با شکوه، همچنین نقاط ضعف و نقاط قوتش و همچنین بحث‌های داغی از جمله آلترناتیو پس از جمهوری اسلامی، ما با مهمان‌های عزیزی گفتگو داشتیم و نظرات مختلفی رو شما عزیزان شنیدید. امروز هم در این مورد در برنامه امروز همراه هستیم با رفیق شجاع ابراهیمی، عضو حزب کمونیست ایران و فعال کارگری که یک بار دیگه همراه ما هستند از شهر تورنتو کانادا. رفیق شجاع گرامی، سلام و درود، خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستم و ممنونم که وقتتون رو در اختیار تلویزیون ما گذاشتید.
منم عرض درود و خسته نباشید دارم خدمت شما رفقای دستاندرکار تلویزیون کومله و عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان و شنوندگان تلویزیون کومله در سراسر گیتی، به خصوص در کردستان و سراسر ایران. خیلی خوش اومدید. خب رفیق شجاع، انقلاب ژینا یا زن زندگی آزادی همونطور که مطلع هستین وارد 5مین ماه خودش شده. در این مدت مردم ایران و کردستان دستاوردهای بسیار بزرگی داشتن. کردستان و میشه گفت بلوچستان قلب تپنده این انقلاب بودن، اما قطعا این انقلاب نقاط ضعف و نقاط قوتی داشته. اگه بخوایم از نقاط ضعف‌ها یعنی آسیب‌ها رو بشناسیم و در موردشون آسیب شناسی کنیم و بخوایم که این آسیب‌ها رو هرچی زودتر رفع کنیم تا این انقلاب به سرانجام برسه و ما بتونیم شاهد سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی باشیم و بتونیم که حکومتی بنا کنیم که دور از استثمار و ظلم باشه و مردم ایران با تمام ملیتاش در اون در رفاه و آرامش زندگی کنن. شما این آسیب‌ها رو چی می‌بینید یا نقاط ضعف و نقاط قوت رو در چی می‌بینید؟ سپاسگزارم. بله، قبل از اینکه ابتدا به ساکن، قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم، احتیاج دیدم که به عنوان خودم و به عنوان بخشی از جامعه کارگری و بخشی از رفقای کومله مراتب تسلیت و همدردی خودم رو با آسیب دیدگان و جان باختگان و خانواده های بیش از 50,000 آسیب دید جان باخته زلزله اخیر در روژاوا و شمال کردستان اعلام بدارم و امیدوارم که هرچه زودتر و سریعتر کمک‌های بین‌المللی بیشتر بشه به اون منطقه. ببینید رفیق عزیز، همچنان که قبلا هم صحبت کرده بودیم در چند برنامه پیشین، هر حرکت انقلابی در درون خودش ناکارآمدی یا ناخالصی هایی داره که به فراخور تکامل روند انقلابی و موقعیت ها و شرایطی که پیش میاد و روزنه هایی که دوباره جنبش خودش رو بازسازی میکنه، انقلاب در یک به عنوان یک رودی هستش که صیقل میخوره و خروشانتر میشه. منتها برای بازشناسی آسیب ها و اون سنگ هایی که جلو پای خیزش انقلابی هستش، سه شرایط رو باید از هم تفکیک کنیم. اول شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر خیزش انقلابی اخیر. همچنان که میدونید دلار امروز از 50,000 تومان گذشت و همونطور که پیش بینی کرده بودیم قبلا، این بحث معیشت بزرگترین مشکل مقابل فعالین انقلابی هستش. به عنوان مثلا شما برای یک مدت محدود میتونی سر کار نری و هر روز در خیابان مبارزه کنی و جانفشانی بکنی. بالاخره بعد از این مدت جنبش یک ذره فروکش میکنه تا خودش رو دوباره باز تولید کنه. انرژی اجتماعی تخلیه میشه و در یک روزنه دیگه به هر بهانه‌ای ممکنه دوباره این انرژی در یک جای جمع بشه و دوباره تخلیه بشه. هر بازخورد این حرکت در یک فرایند تکاملی و متوالی هستش که کل انقلاب رو تشکیل میده. روند انقلابی حتما یک روند زمانبر هستش، چه بحث انقلاب ذهنی، شرایط ذهنی، آمادگی و بحث‌های دیگه که طبقات و اقشار مختلف مردم که دخیل بشن و توده های میلیونی در مرحله نهایی. مورد بعدی در بحث خیزش ها ناخالصی های درون جنبش انقلابی هستش. متاسفانه فقط طبقه کارگر، کمونیستا و جنبش انقلابی کردستان نیستن در این جنبش. هر جنبشی و هر طبقه‌ای با پلتفرم و برنامه خودش و حتی جنبش‌های ارتجاعی هم در این خیزش حضور دارن و بعضا سمپاشی های هم میشه از مثلا جناح‌های مختلف برجوازی دولت ایرانی، به قولی دولت سرمایه‌داری حاکم بر ایران،
جناحی که خلق شده از رژیم قبلی مثل سلطنت طلبان، جریانات اولترا فاشیست و به قول اینها، و این یک بخش است، و جریانات مرتجع چه اصلاح طلب اسلامی حکومتی مذهبی و چه جریانات به شدت مذهبی که در این امر دخیل شدن. و ما بعضا در کردستان و در بلوچستان هم رگه های از این رو میبینیم. خوشبختانه در کردستان به دلیل وجود بافت حزبی و اون به قول استراکچر فونداسیون اجتماعی در کردستان هیچگاه با اون حد ایران و سایر نقاط خاورمیانه مذهب نتونسته در همه امور دخالت بکنه و این احزاب بودن، این نهادهای اجتماعی مردمی و انقلابی و تشکلات کارگری زنان و اینها بودن که تصمیم گیر اصلی سر صحنه بودن. رنگ کم رنگ تر بوده منتها در جاهای دیگه داریم، مثل به خصوص بلوچستان، به خصوص در نقاطی در ترکمن صحرا و در جاهای مثل بیرجند و جاهای دیگر در خوزستان. این یک مشکلی هستش. مشکل بعدی این هستش که این حرکت انقلابی به فراخور هر پیشروی که انجام میده، این جریانات مرتجع برنامه ریزی ها و پلان هاشون که به شکست منتهی میشه، دوباره حرکت و یک پلان دیگه مثلا چیز میکنن. از شروع این خیزش تا کنون اینها اومدن از نمیدونم قرار دادن شعار مرد میهن آبادی در مقابل شعار زن زندگی آزادی که بعداً معلوم شد این شعار رو اون جناحی از بورژوازی سپاه پاسداران که در نفوذ کرده در جریانات فرش کرد و اینها این شعار رو آوردن و بعداً رفتن با عکس قاسم سلیمانی با اون شعار، یعنی پلک اون شعار این بود، یعنی این به حدی ارتجاعی بود. عذر میخوام شما اینو از وقتی که در این مورد صحبت میکنید، یعنی نقاط ضعف این جنبش اینه که یه همچین حرکت هایی بوده در این جنبش و وجود داره و ما میخوایم آسیب شناسی کنیم. اینطور نیست؟ بله، میخوایم به اون جنبندی برسیم که در حرکت انقلابی چه کارهایی باید انجام بشه که مشخصاً اون به قولی همه این ترفندا و این به قولی سمپاشی ها به سرعت خنثی بشه. مثلا بحث شعار مرد میهن آبادی، قرار دادن ژینا به عنوان دختری از طبقه کارگر و کردستان و مطالبات کردستان در مقابل مهسا به عنوان یک زنی که فقط مشکلش حجاب بوده یا گشت ارشاد بوده، و بعداً جریان این کنفرانسی که همین هفته پیش بود، جریان چند شب گذشته در کنفرانس امنیتی مونیخ و اینها، این سمپاشی ها شده. منتها در یک فرایند انقلابی و در حرکت های انقلابی وظیفه سازمان انقلابی بخصوص حالا در گیومه مثلا حزب کمونیست ایران و سازمان کردستان، حزب کمونیست ایران کمله، مثلا وظیفه انقلابی سازمان کمونیست این هستش که به سرعت اینها رو شناسایی و خنثی بکنه و جامعه معرفی بکنه که خوشبختانه حزب ما و برنامه‌های تلویزیون کمله جا داره تشکر کنیم از بحث برنامه‌های سخن روز و برنامه‌هایی که شما رفقا انجام میدید در روشنگری. منتها ما اینها رو وقتی که بحث باز به قولی با آسیب شناسی هستش، باید دو چیز رو از هم جدا بکنیم، دو مقوله مشخص رو از هم جدا بکنیم. انقلاب از دید ما یک چیزی هستش و از دید نمیدونم فرشگرد و نمیدونم اصلاح طلب دیروز حکومتی که یا حزب اللهی که الان به جنبش شاه اللهی پیوسته یک چیز دیگه. اونها رژیم چنج میخوان، اونها میخوان با ساخت و پاخت با بخش‌های از در کشورهای با قدرت‌های خارجی به شکل کودتاوار انقلاب رو در نطفه خفه بکنن، دقیقاً همان سناریویی که سال 57 شکل گرفت. منتها این بار دیگه اون تراژدی به شکل کمدی در اومده، چون یک سطح تحصیلات اجتماعی تمام اقشار طبقات چه متوسط چه طبقه کارگر و حتی طبقات بالادستی به حدی رشد کرده که حاضر نیست هیچ کدوم از این پلن‌ها رو بپذیرن. و دو، الان بزرگترین مشکلی که در
صد راه جنبش انقلابی هستش. گفتم نحله های غیر انقلابی هستش که در جنبش نفوذ کرده و این هم باید یک به قولی آسیب شناسی ما به عنوان جریانات چپ چه در کردستان که خیلی خیلی بهتر هستش و به نظر من تنها جایی که بتونه چپ قدرتمند ظاهر بشه همون کردستان هستش در حال حاضر و به خصوص در سراسر ایران. این جریانات چپ هیچگاه نتونستن اون به قولی اون تعیین تکلیف سیاسی و برنامه و پلتفرم مشخص و متقن سیاسی خودشون رو به جامعه اعلام بکنن. در نتیجه هر نیرویی وارد طبقه کارگر میشه با یه نحله‌هایی و بخشی از بدنه طبقه کارگر رو با خودش همراه میکنه. ما بایستی زیاد مثلا چیز هم نباشیم که همین هایی که الان توی بعضی شعارهای انحرافی میدن اینها همه فرزندان طبقه کارگر هستن در خیابان ها به دلیل عدم حضور مؤثر ما اینها به اون گرایشات دامن اونها افتادن. یعنی بحثم فکر میکنید فکر میکنید که به دلیل حضور ما منظورتون نیروهای فکر بله دقیقاً چیه چپ اینقدر منسجم نشدن تا بتونن تاثیرگذار باشن در این انقلاب اونطور که ما بقیه جریانات هستن الان شما اشاره کردین؟ ببینید به طور علل عموم نیروهای چپ هنوز نتونستن جنبندی واقعی و متقن و طبقاتی از شکست انقلاب قبلی بکنن و تعیین تکلیفی با خودشون و با اندوخته و داشته خودشون در مسافعاتی انجام بدن. نیروهای چپ متاسفانه بخشی از مشکل این هستش که همه نیروهای انقلابی کمونیست و چپ تا حدی عقب افتادن از سیر انقلابی. اون هم فقط به دلیل نمیدونم انشعابات یا نبوده در ساختار تشکیلاتی داشتن در تهران و نمیدونم اصفهان و اینها نبوده، مگر رضا پهلوی تشکیلات داشته در تهران، مگر نمیدونم مجاهدین مثلا اونقدر نفوذی داره که مثلا فلان سازمانی که با 50 سال سابقه سیاسی نظامی قبل از مجاهدین شکل گرفته. یعنی بحثم اینه که همه اینها رو مثلا ربط ندیم که چون احزاب در خارج کشور بودن نتونستن نفوذ کنن. بخشی از مشکل در خود نوع نگرش چپ انقلابی و کمونیست هستش به روانهای اجتماعی. اون نگرش انتزاعی خشکی که از طبقه کارگر و از اقشار اجتماعی بوده تا حالا نتونسته این چپ رو وابداره که با جامعه ارتباط برقرار بکنه. ببینید رفیق کانی، اصلا بحث اقلیت‌های جنسی، حقوق LGBTQ، اینها برای این چپ که میبایستی به عنوان چپ جهانی 70 سال 50 سال شروع شده بحث حقوق اقلیت‌های جنسی، 2-3 سال در بحث چپ ایران به قدرت شروع شده. یعنی این مثلا چندین دهه ما از به قولی جریان جنبش طبقه کارگر جهانی عقب هستیم. بحث نگرش این نوع چپ به حقوق ملیت‌های تحت ستم، نگرش این نوع چپ به صنعتی سازی، به محیط زیست، همه اینها نشون میده که چپ علل عموم و چپ انقلابی و کمونیست به طور اخص کلمه مقداری باید بازبینی بکنه و یک به قول پارادایم خودش رو از اون پارادایم انتزاعی بسیار خشکی که از دوره مشی چریکی و جریانات ماویستی و خط سه و به قولی غیر و ذالک با خودش همراه داشته از 50 سال پیش، اینها سیقل بخوره و یک به قولی یک بازبینی به سرعت صورت بگیره، چون زمان به شدت علیه نیروهای انقلابی هستش. در این شرایط کنونی که نیروهایی میبینی که نیروهای ارتجاعی یک روز در مونیخ ظاهر میشن، یک روز در فلان دانشگاه واشنگتن، اینها باید به سرعت کاری کرد. خب رفیق شجاع، خیلی عذر میخوام من صحبتتون رو قطع میکنم، اما دلایل این که خب چپ پراکنده است، درسته که ماهیت این انقلاب خودش چپ هستش، اما چرا چپ پراکنده است؟ چرا نتونستن اونطور که باید
به قول شما در تهران و اصفهان و اینا نیرو بگیرن. به قول شما اینی که داریم جا میمونیم از این انقلاب، چپ داره جا میمونه از این انقلاب. شما فکر نمی کنید چند تا دلیل داره؟ برای نمونه ما میتونیم اشاره کنیم به اینکه خب هر صدای آزادی خواهانه در ایران در طول 44 سال گذشته به وحشیانه ترین شیوه سرکوب شده. فرصت اینو نداشتن که خواسته هاشون رو بیان کنن یا فعالیت داشته باشن یا جذب نیرو کنن. و یکی دیگه از بزرگترین دلایلش هم اینه که یکی مثل پسر شاه سابق یا الان شما، من مایل نیستم اسم ببرم اما خب شما از مجاهدین اسم بردین، اینکه اونا سیستم سرمایه‌داری افکارشون، افکار سیستم با افکار اونا نزدیکتره، با افکار چپ تناقض داره. چپ میخواد که این سیستم باقی نمونه و همین سیستم یکی از بزرگترین ابزارش که رسانه هستش رو در خدمت اینا قرار داده. خودتونم میدونین که سال 57 اگر یک سری از رسانه ها نبودن، خب خمینی یک آخوند کاملا ناشناس بود و خیلی به ندرت اونم مذهبی ها ازش اسمشو شنیده بودن، اما با قدرت این رسانه ها بود که خمینی رو غالب کردن به انقلاب 57 و تونستن اینطور خمینی و دار و دستش این انقلاب رو قطع کنن. بنابراین ما نمیتونیم این مشکل رو فقط در نبود اتحاد بین چپ ببینیم، بلکه این سیستم و ابزارهای مختلفش هستن که این اجازه رو به چپ ندادن. هرچند که نقدهای شما وارد هستش، من نمیگم نقدهای شما وارد نیست، اما خب باید ما این چیزا رو هم ببینیم که چرا چپ یا منزویه یا منفعله و اینکه با هم اتحاد ندارن. اینطور نیست؟ یا من نگفتم چرا با هم اتحاد ندارن یا بایستی من گفتم بازبینی فکری باید کرد. مشکل کل اعظم چپ از نظر تئوری این هستش که هنوز نتونسته با انقلاب گذشته تعیین تکلیف کنه و یک خانه تکانی اساسی فکری و به قولی ساختاری برای به قولی تاکتیک و استراتژی و جهانبینی جدید دنیای کنونی، دنیای سال دهه 1970 نیستش، دوره جنگ سرد نیستش، دنیای در مرحله جدیدی هستش. منظور من این بود که منظورتون اینه که به روز رسانی بکنن، خودشونو به روز بکنن، به سرعت. یک دومن بحث ما این نیستش که به قول همه ما آگاه هستیم که سرمایه‌داری پلن‌های مختلفی داره، از این نیروها استفاده میکنه، همیشه سعی میکنه که دخالت بکنه، انقلابات رو به شکست بکشونه. منتها بحث اینه که وظیفه ما چی هستش. ما همه اینها رو میدونیم. وظیفه ما این هستش که به سرعت تا دیر نشده بتونیم به قولی با یک حساب و کتاب جدید، با یک برنامه و پلتفرمی بتونیم وارد عرصه اجتماعی بشیم. من اعتقاد دارم که زمان هرچی طولانی تر بشه پروسه سقوط جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی، نه رژیم چنج، به نفع آزادی خواهی و برابری، به نفع جنبش کردستان، به نفع تمام جنبش اجتماعی هستش و هرچی این جریان سریعتر از خارج و از اینها صورت بگیره به ضرر چپ و جنبش انقلابی چه در سطح کردستان و چه در سطح ایران هستش. و مثالش هم این هستش که ببینید ما مکانیزم‌های خیلی ساده و راحت‌تری داریم برای بسیج توده‌ای. این رو در کردستان اجرا کردیم دیگه چندین بار، اعتصاب عمومی. همین الان شما از یک گروه کوهنوردی ساده تا تشکل زنان، تا تشکل محیط زیست، تا تشکل کارگری، تا همین بحث منشور حداقلی، همه اینها دست به قولی نتیجه و دسترنج هزار ساعت فعالین کارگری از این شهر به اون شهر، زیر اختناق، زیر شکنجه و سرکوب، همه اینها رو سازماندهی کردن و به قولی این از خودگذشتگی رو فعالین انقلابی و کارگری دارن که دوباره این رو انجام بدن. بحث من این هستش که ما امکانات و مکانیزم رسیدن به خیابان رو بسیار راحت‌تر از جریاناتی که تا مثلا نمیدونم یکی از اینا که تا پری روز خودش تهران بوده مثلا توی فیلم بازی میکرده داریم.
ما رابطه ما با جامعه رابطه ارگانیک هستش، روزمره هستش، رابطه به قولی سلبریتی از طریق اینستاگرام و لایف گذاشتن نیستش. یعنی بحث می بود که کلاس کار نیروهای انقلابی و به خصوص رفقای ما بسیار بالاتر از اون هستش و رسیدن به اون سطحی که بتونیم به سرعت توده های اجتماعی رو با خودمون همراه بکنیم عملی هستش، منتها نیازمند این هستش که ما بتونیم برنامه و پلتفرم مشخصی رو ارائه بکنیم رو به جامعه و بر پایه اون و اون خواست و مطالبات حد اکثری جامعه از همه قشرها بتونیم بلکه حداقل بخشای از بدنه طبقه کارگر رو با خودمون همراه بکنیم. هر انقلابی که به قول میلیون ها نفر از روز اول به خیابان نمیان، بل بحثی نستش که ما اون رهبران عملی خیابان، رهبران عملی کارگری، زنان، محیط زیست، همه اینها ما سالها میتونستیم همه این کارها رو انجام بدیم. متاسفانه حالا یا کمتر بوده، فقط در بخش کردستان بیشتره یا در جاهای دیگه کمتر. باید الان روز عمل هستش و الان باید این کارها صورت بگیره. ببخشید. بله. نه اختیار دارین. خب رفیق شجاع، من با حرفتون موافقم، اما خب باید بگیم که اینه که ما نتونستیم یه همچین ارتباطی برقرار کنیم بیشترش برمیگرده به، نمیگم نیروهای چپ کمکاری نداشتن، اما بیشترش برمیگرده به اون خفقانی که داخل ایران بوده و اینکه هرچی زمان بگذره قطعا رهبران این جنبش هم کم کم خودشون رو ظاهر میکنن، مردم رهبراشون رو انتخاب میکنن در دل این جنبش، در دل اون جامعه. اما باید این زمان رو به این انقلاب بدیم که هر انقلابی هم زمان بر هستش و ما میبینیم که چطور روزانه این مردم دارن تاکتیک هاشون رو عوض میکنن. به قول شما هر انقلابی فراز و نشیب داره. ما دیدیم که عده‌ای میگفتن که خب مردم در خیابون ها نموندن و دیگه انقلاب داره با شکست مواجه میشه و اما دیدیم که چطور در 27 همین ماه چند روز پیش ما دیدیم که چطور مردم در شهرهای مختلف نه تنها در کردستان بلکه در سراسر ایران به خیابون ها اومدن، شبانه شعارهای بسیار رادیکالی سر دادن و میشه گفت که نشون داد که نه، در زیر این خاکستر این جنبش هنوز در فکر شعله ور شدن هستش و به دنبال به قول شما یه بهانه‌ای میگرده. اما خب از این موضوع که بگذریم، در مورد تغییر آرایش نیروهای حکومتی در ایران صحبت کنیم و اینکه خب داره مقام‌های مختلفش رو عوض میکنه. ما شاهدیم بودیم که بسیاری از زندانیان سیاسی رو آزاد کرد بدون اینکه این زندانیان خودشون خواهان آزادی باشن، خودشون خواهان عفو باشن و حتی بعضی از زندانیان از خودشون فیلم گرفتن و گفتن که ما رو از زندان بیرون انداختن. شما فکر میکنید این تغییر آرایش درونی حکومت و این آزاد کردن زندانیان سیاسی ناشی از فشاری هستش که این جنبش به رژیم وارد کرده، ناشی از تسلیم شدن رژیم هستش، یا نه ناشی از کشمکش‌های درونی خود رژیم هستش؟ شما اینو در چی میبینید؟ ببینید، قبل از این یک چیزی رو مشخص کنیم. رژیم در هیچ زمانی تا این حد یک دست نبوده. رژیم سرمایه‌داری حاکم بر ایران، این بس رژیم جمهوری اسلامی، قطعاً کشمکش‌ها همیشه وجود داشته ولی تا به این حد یک دست نبوده. من احساس میکنم این خیزش اجتماعی هم رژیم رو به شدت نگران کرده و هراسان کرده و هم جنایاتی که در زندانها شد و فیلم ها و بحث به قول تجاوزاتی که شده بود و اینها باعث شد که آلام و روحیات میلیون ها نفر جریح دار شد و رژیم از ترس اینکه در مقطع بعدی اگر مردم به خیابان کشمکش خیابان دوباره شروع بشه، از کنترل خارج بشه، به یک حرکت تاکتیکی به نظرم دست زده و یک سری از این زندانیان رو آزاد کرده. منتها همزمان هم داره کارهای اطلاعاتی و امنیتی خودش رو میکنه. در کردستان مشغول دستگیری افراد هستش، از روستا به روستا افراد رو دستگیر میکنه. ولی ببینید، قدرت نیروی انقلابی رو نباید هیچ وقت دست کم گرفت. اما خب رفیق شجاع، عذر میخوام، من خواستم
یکم صبر کنم تا جملتون تموم بشه. نیروهای رژیم فکر نکنم اونطور که شما میگین یک دست باشن. ما دیدیم که اصلاح طلبان حکومتی کم کم دارن سر برمیارن، مدعی قدرت هستن، دارن از جناح مقابل رژیم دارن نقد میگیرن و کم کم دارن حقو به مردم میدن و مثل این که دارن قدرت میگیرن، اونم در بین مردم. پس رژیم یک دست نیستش. درسته که برای حفظ نظام یک دست هستن، اما خب این جناح‌های موجود در رژیم در بین خودشون دچار کشمکش هستن و کشمکش‌های خیلی جدی هم هستش. ببینید بس توضیح بدیم. الان بخشایی از این اصلاح طلبان تمام رهبری این جریانات فاشگردی و فاشیستی و اینها، همه اینها اصلاح طلب بودن روزی. بحث ما این بخشی از بدن اصلاح طلب که الان از قدرت جاموندن نیستش. رژیم به عنوان سپاه پاسداران، دستگاه سرکوب و کلیت دولت سرمایه‌داری و تمام ابزارات پلیسی، ارتش، بانک و هیئت حاکمه و دولت هستش که الان یک دست هست. خیلی نسبت به مثلا 10 سال پیش بسیار یک دسته هستش. بله این رژیم بخش‌های از بدنه خودش رو داره، مثل اصلاح طلبان، نمیدونم اعتدالگرا، احمدی نژادی، اینا زیاده، نمیدونم ملی مذهبی مثل همین سروش و اینها بخش‌هایی هستن که در ساختار قدرت هرم قدرت نیستن الان، ولی بخولی دل و عقل و همه وجودشون با رژیمه، ولی در قدرت صحیح نیستن. الان قدرت در دست ولی فقیه و هیئت حاکمه، سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی و سرکوب و دستگاه فاسد اداری هستش. ممکنه بعضا چند تا اصلاح طلب هم در یک دانشگاه مثلا یا در یک بانکی کار کنن، ولی اون هیئت حاکمه در دست یک جناح مشخص و سرکوبگر رژیم هستش. یعنی منظورم این بود، منظوری نبود که اینایی که الان اصلاح طلبان رژیم نیستن، نه، اینا هستن، منتها از قدرت سهمی ندارن. اگر سهم داشتن الان مثلا رئیس جمهور، رئیس مجلس، یک نفری از اینا باید اونجا می بود که نیست متاسفانه. و همه نهادهای هیئت حاکمه جمهوری اسلامی تحت قبضه بخولی خامنه‌ای و دستگاه ولی فقیه و سپاه پاسداران هستش. بعد یک توضیح کوچیکی 1 دقیقه‌ای در مورد بحث رژیم و دولت سرمایه‌داری می‌خواستم بدم که بعضا در بعضی مصاحبه ها این اشکالات پیش میاد. ببینید دولت سرمایه‌داری حاکم بر ایران از دوره مظفرالدین شاه شکل گرفته و تا به کنون دست نخورده. رژیم ها میان و میرن، رژیم پهلوی، رژیم جمهوری اسلامی، نمیدونم رژیم هر رژیمی. این رژیم ها، هیئت حاکمه های این دولت ها عوض میشن، اما کل ساختار دولت دست نخورده باقی مونده از دوره‌ای که دولت مدرن در ایران ساخته شده و اینها از دوره مظفرالدین شاه سرمایه‌داری در ایران حاکم شده. این دولت سرمایه‌داری که ما بحث میکنیم که باید این سرنگون بشه، شامل ارتش در حال حاضر، سپاه پاسدار، دستگاه‌های سرکوب، اطلاعات، نیروهای انتظامی، بانکداری، بحث نظام مالیش، بحث نظام اداری، آموزشی، همه اینها، همه فرهنگستان، هنر و نمیدونم زبان فارسی چی هستش که از دوره رضا شاه درست شده. یعنی اینها دست نخورده باقی مونده در طی 100 و خورده سال. دولت سرمایه‌داری دست نخورده بوده، رژیم ها عوض شدن. موضع ما این هستش که این دولت سرمایه‌داری حاکم بر ایران که از دوره‌ای که درست حتما باید سرنگون بشه. فقط بحث ما جمهوری اسلامی نیستش. یعنی می‌خواستم اینو تدقیق کنیم که رژیم ها میان و میرن، اون چیزی که میمونه دولت سرمایه‌داری که تکون نخورده. رژیم شاه رفت ولی دستگاه ساواک شد واواک، بانکداری همان، پول همان، نمیدونم استثمار کارگر همون، و الانم احزاب و جریانات چپ و کارگری طبق قانونی که از دوره مظفرالدین شاه به عنوان قانون ممنوعیت نیروهای اشتراکی به عنوان کمونیست، اعتصاب و تشکل کارگری و حزب سیاسی کارگری و کمونیستی از دوره مظفرالدین شاه تا حالا طبق استناد به همون قانون ممنوع هستش. یعنی این دولت سرمایه‌داری این رو ضمیمه کرده از دوره 100 و خورده سال پیش. یعنی اینها رو اگر ما بررسی بکنیم، یعنی میشه نتیجه گرفت که این خیزش انقلابی زمانی
به هدف خودش نزدیکتر میشه که خواست و مطالبات انقلابی تر بشه، فقط بحث رفتن رژیم نباشه. تمام دستگاه سرکوب، تمام دستگاه فاسد اداری، مالی، حتی آموزشی که علیه ملیت های دیگر هستش و تمام دستگاه به قولی فاسد اقتصادی و این مافیاها همه باید ملغا اعلام بشه. بسیج و سپاه پاسداران و نمیدونم انتظامی و برتش همه اینها باید ملغا بشه و در یک شرایط و فرایند آزاد بعد از فرایند انقلابی این شوراهای کارگری در هر محل و شوراهای دهقانی باشن که تصمیم بگیرن که آینده چگونه باید جامعه اداره بشه. در این صورت هستش که فرایند انقلاب تکمیل میشه و سرنگونی تمام سیادت بورژوازی و دولتش تکمیل خواهد شد که تمام تلاش ما این هستش که این دولت سرمایه‌داری حاکم بر ایران که 100 خورده سال مونده با همه ابزارهای سرکوبش این نابود بشه، باید نه فقط رژیم جمهوری اسلامی. بله بسیار سپاسگزارم. خب برگردیم به بحث آلترناتیو که این روزا خودتون میدونین بحث بسیار داغی هستش. کمپین های کذایی بسیاری گذاشتن که خوشبختانه با شکست مواجه شد. نشست‌های مختلف، بعضیا میگن که ائتلاف میکنن، بعضیا میگن که نه اصلا حرف از ائتلاف نیستش و اینا، هم فقط صدای مردم ایران و بازتاب دهنده صدای مردم ایران. شما اینو ناشی از چی میبینید؟ آیا فکر میکنید که این آلترناتیو سازی از بالای سر مردم کار درستی هستش؟ آلترناتیو باید در چه شرایطی شکل بگیره و اصلا ما خواهان چه آلترناتیوی هستیم برای فردای ایران؟ و در این مورد برامون صحبت کنین، خیلی ازتون ممنون میشم که نظر شما رو هم بدونیم. اگر یادتون باشه مصاحبه‌ای کردیم با هم دیگه، صحبتی که کردیم برنامه قبلی یا یک برنامه قبلتر از اون بود که گفتیم که اون تاریخاً ذهنیت هایی هستش در بورژوازی ایران که با توسل به قدرت خارجی، دول خارجی، حکومت ها عوض بشه و عیناً هم انجام شده چندین بار و به همین دلیل هستش که اینها تا به قولی یک تقی به توقی میخوره، به قول فارسی گفتنی، اینها به شال و کلاه میکنن، چمدوناشون میبندن در این راهروهای سنای امریکا به اروپا، از اروپا به انگلیس و به قولی میخوان هر طور شده با یک جناحی، با یک بخشی، با یک سناتوری یه عکسی بگیرن، یک کنفرانس چیزی هم یه دانشگاه پول بدن، یه پول هنگفتی بدن به یه دانشگاه براشون یه کنفرانسی هم درست کنه. یعنی این ذهنیت خرد بورژوازی ایران از دوره شاید بگم 80-90 سال پیش این شکل گرفته که میشه این با توسل به این بحث خاکستری که میگن، الان اینم بحث هستش که این هی میگن اون بخش خاکستری جامعه بیاد به عرصه، نمیدونم چی بشه و هیچی نمیشه. بخش خاکستری منظور اینها اون طبقه متوسط شهری متمکن هستش که در طول 50-60 سال گذشته در هیچ فرایندی حاضر نبوده هزینه بکنه و این قشر خاکستری یا رفته رأی داده، وکالتش داده به خاتمی و روحانی و اینها، الان هم اینا میخوان بیاد وکالتش این بخش خاکستری بده به این آقای پهلوی. یعنی این خرد بورژوازی متمکن ایران، این بحث جامعه هدف این بخش خاکستری اسمش این هستش. و بعد این جریانات به قولی راست و افراطی دو سه تا اتاق فکر کلان پشت سر اینها هستش، مثل اون شورای گذار و اینها، مثل افرادی مثل شهریار آهی و حجت کلاشی و اینها سالها رو پروژه ایران شهری و اینا کار کردن و تمام این فرایند از بالا و این کودتای خزنده‌ای که این روزها شروع شده توسط 4 تا سلبریتی و 2 تا چهره سیاسی و اینها از بالا هستش، به قولی از توسط اینها داره اداره میشه از پشت صحنه. منتها 2 تا اشکال اساسی داره. یک، انقلاب در خیابان هستش و رهبران انقلابی در صحنه مبارزه و خیابان و تشکیلات و اجتماعات هستش که به وجود میان، در این کشمکش هستش، نه در مثلا فلان نشست و اینها ممکنه چهره باشن، ولی مثلا الان
آیا پهلوی میتونه همین الان بره توی خیابون؟ نمیتونه. حتی اگه میلیون ها نفر بگن بره نمیره، حاضر نیست بیزنس و میلیون ها دلار بیزنسشو به خطر بندازه. یعنی بحث اینه که بورژوازی کم خطرترین، کم هزینه ترین و راحت ترین راه رو همیشه در نظر داره برای امیال خودش و طبقه کارگر محکم ترین، قاطعانه ترین و انقلابی ترین راه. در نتیجه این هستش که ما در دو صف مقابل هستیم و اینها سفارایی های خودشونو کردن، همین الان حمله میکنن به تظاهرات ها، نمیدونم با حرکات فاشیستی و اینها اقلیت ها، به اقلیت های جنسی، به ملیت های تحت ستم، به تمام اقشار دیگری که در این انقلاب حضور دارن، اینها هیچ چنگ و دندون نشون میدن، هنوز هیچی نشده. یه جنایتکاری لاجوردی زمان شاه رو اون آقای چیز آوردن در تظاهرات و با سلام و صلوات میخوان به مردم حقنه بکنن یک چیزایی رو، ولی ما بایستی اینجا پامون رو روی زمین صفر بگذاریم و بگیم نه، قطعا این حداقل در کردستان، جنبش انقلابی کردستان و به خصوص کمله به عنوان مسئولیت سازش ناپذیری تاریخی که از 50 سال پیش با خودش همراه داشته، قطعا در مقابل شما خواهد ایستاد و قطعا اجازه نخواهد داد حداقل در کردستانی بساط این خیمه شبازی و این بساط سیرک و اینها رو را بندازن. اینها دو خطر الان تهدید میکنه جنبش انقلابی رو. اول این که رژیم بتونه خودش رو بازسازی نظامی، امنیتی، سیاسی بکنه، اقتصادی بکنه، با غربی ساخت و پاختی بکنه. اینها اگر بتونن با غربی ساخت و پاختی بکنه امتیاز بدن، بودجه این ایران اینترنشنال و این جریانات در عرض 2 ساعت قطع میشه، همه اینها میرن خونه هاشون. ما از این شبکه ها زیاد داشتیم، جم تیوی درست شد، نمیدونم فلان شبکه ایران فردا درست شد، نمیدونم اون آقای بود حقا میخواست با هواپیما بره به ایران و اینها. از اینا زیاد بوده تا رژیم جمهوری اسلامی چون کارکشته تر هستش، قدرت حاکم هستش و از نظر دیپلماسی ببینید، بذار بقولی بدون رو در واسه حرف بزنیم، رژیم جمهوری اسلامی قدرت خیلی زیادی در دیپلماسی لابی داره. ببینید حدود 25-30 سال سر این مسئله اتمی تمام دنیا رو با خودش میاره میبره بدون اینکه امتیاز مشخصی هم داده باشه. یعنی اینم در نظر بگیریم که اگر رژیم بتونه خودش رو جمع جور بکنه، این یک خطر هستش. و خطر دوم این هستش که اینها شکاف ایجاد بکنن در بدنه انقلابی، این نیروهای مرتجع سلطنت طلب و اینها. و بعضا دیدیم شخصیت های از کردستان و از احزاب و اینها رو از حزب میکنن، از حزبشون، سازمانشون میکنن، به عنوان فرد میبرن در یک جای میشونن، میگه بعد اون فرد میگه خب من فردم، و از اونها تعهداتی به عنوان نمیدونم ما عاشق ایرانی تجزیه طلب نیستیم و اینها میگیرن که بعدا مردم کردستان باید هزینه‌شو بپردازن. یعنی این 2 خطر هستش که یک رژیم اگر خودش رو بازسازی بکنه، قطعا با غرب اگر ساخت و پاختی بکنه، همه اینها همه این جریانات سلطنت طلب به خونه هاشون میرن. شما فکر میکنید که رژیم بتونه همچین کاری بکنه با توجه به اینکه ما الان مدتیه که به جز چند شهر و اون روز 27م خب خیابونای ایران میشه گفت به جز شبها ما شاهد تجمع آنچنانی نبودیم که این به جز این هفته که گفتم که روز 27م با فراخوان‌های قبلی بود و مردم زیادی در شهر مختلف به خیابون اومدن. اما خیابان همچنان در سراسر جهان هنوز داره، خیابون‌ها مردم در اون خیابان‌ها دارن رژه میرن و صدای مرگ بر دیکتاتور و شعارهای زن، زندگی، آزادی و اینا سر میدن. حالا من کاری به این نداریم که راست باشن، چپ باشن، گرایششون چی هستن یا گرایشی نداشته باشن، فقط میخوان که صدای مردم ایران باشن. آیا مردم چه در داخل ایران و اون مردمی که در خیابون‌ها هستن این اجازه رو به این کشورها میدن که همچین ساخت و پاختی به قول شما با جمهوری اسلامی داشته باشن و جمهوری اسلامی میتونه بازم سر کار باشه، حتی با توجه به اینکه خب ما شاید رفرم هایی هم باشیم در خود همین رژیم؟ ببینید، من نگفتم که حرکت انقلاب ادامه داره. انقلابی که در خیابان، یا
بالاخره در یک کشمکش تاریخی انقلاب شکست میخوره یا پیروز میشه. من گفتم این جریانات سلطنت طلب و دست راستی و فاشیست و نمیدونم جریانات بورژوازی که از قدرت خلق شده که در خارج دارن لابی میکنن و عکس میگیرن و نمیدونم روی فرشای قرمز را میرن، اگر رژیم امتیازی بده به غرب، قطعا غرب دوست داره که این رژیم جمهوری اسلامی سر کار بمونه با یه تغییراتی. و یادمونم باشه که این کشورهای غربی و نمیدونم حقوق بشری نه همش واقعا به قولی همش پوزهای خیالی هستش. اگه یادتون باشه همین 2 سال پیش همین موقعا بود که 1 سال خورده پیش همین موقعا بود که طالبان در عرض 24 ساعت 21 سال بمباران کردن افغانستان رو، بیش از 1 میلیون کشته. آخر سر دوباره دادن به همون گروهی که تحت عنوان مبارزه با همون گروه و تروریسم رفتن اونجا رو بمباران کردن، 1 میلیون آدم کشتن در 24 سال. یعنی این جهان زیاد فانتزی لیبرال خیلی به قولی چیزم نیستش. واقعا این قدرت های غربی حاضرن هر جنایتی، همین الان در لیبی چه خبره، هر روز بمباران، هر روز کشت و کشتار، هر شهری دست یک گروه تروریستی هستش. یا مثلا وضعیت سوریه، وضعیت پاکستان، اون مناطق قبایلی، اینا رو به ما نشون میده که این غرب و این پارلمان اروپا و اینها زیادم همچین با بحث حقوق بشر و اینها همش بهانه است. تمام اینهایی هم که الان به این جریانات سلطنت طلب و اینها دارن میدان میدن، و بحث اوکراین، بحث اوکراین خیلی بیشتر غرب رو به اون طرف برد که باید تعیین تکلیفی بکنه با جمهوری اسلامی، وگرنه خیزش انقلابی مستقل از جامعه جهانی، نمیدونم از امریکا و اروپا و ناتو اینا داره در خیابان را میره. فعالین انقلابی ثمره 40 سال مبارزه با 40 چند سال مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی، این همه خونها که داده شده، این همه جانفشانی، ثمره 44 سال مبارزه الان در خیابان هستش. یعنی باید اینو تفکیک کرد، اون چیزهایی که در غرب و در این میدیای سرمایه‌داری میگذره. و یه چیزی هم هستش که میدیای سلطه همیشه به قولی میخوان اذهان رو آماده بکنن، اذهان رو برای جنایت‌های بزرگ آماده میکنن. من یه مثالی بهتون میدم. از روزی که این زلزله شمال کردستان اومده 55,000 انسان مردن، مگر بمب اتم مینداختن اونجا همون قدر آدم میمرد. یعنی به قولی اذهان آماده کرده 55,000 جان عزیز در یه زلزله، اونم توی ساختمان‌های جدید، ساختمان‌هایی که دولت طرح مسکن داشته فروخته به چند برابر قیمت به همون مردم در شمال کردستان. دولت فاشیست ترکیه همه ساختمان‌های نو ریخته، ولی هیچ کس اذهان توسط این میدیا آماده شده. یعنی الان از ذهن ناخودآگاه ذهن جامعه جهانی آماده است اگر بگن فردا یه گروهی اومد 200,000 نفر رو کشت، قتل عام کرد. یعنی این میدیای به قولی ارگنایز میکنن، به قولی سازماندهی میکنن چه اخباری رو شما ببینی و چه اخباری رو نبینی، و چه اخباری شما رو عادت بدن که جنایت و نسل عادی سازی کنن. عادی سازی بشه. دقیقاً. ببخشید. نه اختیار دارین. خب ما داریم به دقایق آخری برنامه میرسیم. شما گفتین که خب یکی از وظایف نیروهای چپ و حتی تشکیلات ما کامله و حزب کمونیست ایران اینه که ماهیت واقعی این به قول شما فاشیستا رو بر مردم رو کنیم. خب ما در طول 5 ماه گذشته آنچه که در توانمون بوده در تلویزیون کامله و حزب کمونیست ایران، به قول شما در سخنرانی‌هامون، در مطالب مختلفمون، برنامه‌های مختلفمون، این وظیفه رو تا اون جایی که تونستیم انجام دادیم و انجام خواهیم داد. و این یکی از بزرگترین وظایف ماست که ماهیت واقعی نیروهای ضد مردمی، ضد کارگر و زحمتکش رو حتی در طول 44 سال گذشته این کار رو انجام دادیم. اما خب الان در این شرایط، در شرایطی که شما گفتین چپ متحد نیستش،
و ما به عنوان یه نیروی چپ، نه تنها ما به عنوان کماله و حزب کمونیست ایران، بلکه وظیفه تمام این نیروهای چپ در قبال مردم آزادیخواه و در این شرایط حساس چیه؟ باید چی کار کنن؟ کوتاه اگه بفرمایید چون داریم به دقایق آخر نزدیک میشیم. ببخشید. ببین وظایف زیاده ولی دو سه تا وظیفه اصلی این هستش که ما باید در مقابل هر آلترناتیوی که اینها دارن، ما آلترناتیوهای محلی و مشخصی که در صحنه خیابان هستن رو به اونا معرفی کنیم. در مقابل نمیدونم شخصیت سیاسی که میبرن اونجا، ما رهبران کارگری رو معرفی کنیم. در مقابل نمیدونم خانم نازنین بنیادی که اینا معرفی میکنن که نمیدونم توی عمر شاید 10 سالم توی ایران نبوده باشه، اصلا زبون فارسی هم نمیتونه صحبت بکنه. جالبیش هم این هستش که به زبون خودشون هم نمیتونه صحبت بکنه. ما شخصیت های بزرگی در مثل زارا محمدی، یک معلمی که جزو 100 چهره برتر جهان شناخته شده توی سال 2022. خب ما اینا رو آیا امکانش نداریم که اینا رو به جامعه عرضه بکنیم؟ رهبران واقعی عملی در دسترس جامعه رو معرفی بکنیم بهشون، نه این رهبران خیالی که نه از نظر طبقاتی به جامعه شباهت دارن، نه سابقه مبارزاتی دارن، نه سابقه سیاسی مشخصی دارن و به قولی از یه شهاب سنگی افتادن توی وسط میدان سیاست. بحث این هستش. ببخشید جایی هم واقعا باید مزاح کرد در مورد بعضی از این شخصیت‌ها. نه مشکلی نیست، اختیار داریم. بحث من این هستش که ما امکانات داریم که در مقابل هر تک تک اینهایی که اینها میبرن پشت این میزها، همین تلویزیون کماله میزگرد بذاره، بگه صندلی بذاره، پنل بذاره، بگه رهبر آینده مد نظر طبقه کارگر چه در کردستان چه در ایران فلان کس و فلان کس و فلان بهمان کس در زندان هستن یا که آزاد هستن. هیچ اشکال، شرایط انقلابی هستش و جامعه هم اینها رو خواهد دید. ببینید ما زمان کمی داریم برای سازماندهی و بسیج اجتماعی، نباید این زمان از دست داد. از تجربه سال 57 اگر نگاه بکنین، کماله با اون قاطعیت و سازش ناپذیری انقلابی تونست توده های وسیعی رو با خودش همراه بکنه. این که کماله پرچمدار جنبش رفع ستم ملی، رفع نهایی ستم ملی و بحث حق تعیین سرنوشت رو به عنوان خط قرمز در مقابل اون خط قرمز اونها قرار بده، قطعا هزار نفر رو به کماله ملحق خواهد کرد در روند اجتماعی. اینها موجود هستند. این تاکتیک هایی هستش که اگر ما اتخاذ بکنیم بدون اینکه از برنامه و چشمانداز و هدف و نهاییمون دور بشیم، این تاکتیک ها ما رو به بدنه اجتماعی که دخیل هستش در روند انقلابی وصل میکنه. ما چه بخوایم و چه نخوایم، بخش عظیمی از این جنبش عظیم انقلابی ملیت های تحت صدم هستن، بخش عظیمیش زنان هستن، بخش عظیمیش LGBT گروه های LGBTQ هستن، بخش عظیمیش گروه های محیط زیستی هستن. ما تا نتونیم نماینده واقعی و مطالبات حد اکثری و رادیکال و انقلابی همه اونها رو نمایندگی بکنیم، ما بایستی این کار رو انجام بدیم به سرعت و در مقابل هر شرطی میگذارن روی میز. دیپلماسی این هستش، دیپلماسی که ثابت کردن مثلا شجاع نوعی به من بگم من تسلیم، من تجزیه طلب، نخیر، اونها خط قرمزی میگذارن، ما 10 خط قرمز باید آماده بکنیم از طرف طبقه کارگر رو به اونها و این هستش تضمین کننده موفقیت ما و تضمین کننده این که توده های کارگر و زحمتکش به ما رجوع بکنن. این هستش که ما نماینده خاص و مطالبات حد اکثری اونها باشیم و این قدرت رو از نیروهای دست راستی بگیم که از بدنه اجتماعی که ذاتاً و فی نفسه باید با ما همراه باشه از ما نیرو بگیره و یا در مقابل ما اونها رو بگذاره توسط جریانات ارتجاعی، توسط جریانات فاشیست. و فقط در
خلاصه بحث اگر 30 ثانیه من توضیح بدم، هنر انقلاب یک بخشیش هنر هستش. هنر انقلابی این هستش که در صحنه و در موقعیت مشخص تصمیم درست و اصولی و با احساس مسئولیت گرفته بشه که در نهایت بتونه ما به عنوان نیروی انقلابی و طبقه کارگر و زحمتکش چه در کردستان و چه در ایران رو به اون سرمنزل نهایی، اول سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و کل دولت سرمایه‌داری ایران، و دوم تعیین تکلیف با تمام این زخم‌هایی که از 100 و خورده سال پیش بحث ملی، بحث طبقه کارگر، آزادی سیاسی، آزادی زنان، اینها بعداً تعیین تکلیف بشه. و به نظر من شما رفقا گام‌های اساسی خوبی برداشتید، استوار باشید در این راهی که هستید و من هم به عنوان عضو کوچک و رفیق کوچکتری از همه شما حتما هر کاری از دستم بیاد حتما حاضر هستم برای همیاری و کمک و هر بحث دیگری باشه. دستون در نکنه که این وقت رو در اختیار من گذاشتین. امیدوارم که پیروز سربلند باشی و این رو بدونی پیروزی نهایی از آن طبقه کارگر و زحمتکشان هست. بسیار سپاسگزارم رفیق شجاع. اما خب 1-2 دقیقه وقت داریم، دوست دارم در این مورد صحبتی داشته باشیم. این که خب خود شما به خوبی آگاهید که ما در طول 44 سال گذشته کماله و حزب کمونیست ایران در استراتژیمون، در برنامه‌مون، در بیانیه‌هامون، در تمام اینها ما حتی مصوبه کنگره هامون این حق رو به خودمون دادیم به عنوان جریانی که صدای مردم زحمتکش هستش، ماهیت نیروهای ارتجاعی رو کنیم برای مردم. حتی از برنامه که دفعه پیش که با هم صحبت کردیم از برنامه حاکمیت شورایی کامل در کردستان با هم حرف زدیم که برنامه میشه گفت برای این شرایط و در این شرایط برنامه کاملی هستش، هرچند که میتونه کاملتر بشه. ما فکر نکنم تا اون جایی که به قول شما برامون این امکان وجود داشته باشه کمکاری کرده باشیم و سعی میکنیم بازم، و این حتما وظیفه انقلابی ما هستش که این کارها رو انجام بدیم و ما در تمام برنامه هامون این حرفا رو زدیم و این آگاهگری رو داشتیم و گفتیم که چه نیرویی باید در آینده به مردم خدمت کنه و رهبران انقلابی هم در دل همون جنبش هستن که بیرون میان و قطعاً اگر به قول شما ما این زمان رو داشته باشیم که به نفع انقلاب و به نفع مردم انقلابی هستید، ما شاهد همچین روزی خواهیم بود. بسیار بسیار ازتون سپاسگزارم رفیق شجاع از اینکه یک بار دیگه دعوت من رو به این برنامه پذیرفتیم. ممنونم، بازم تشکر میکنم. من منظورم در علالعموم همه نیروهای چپ و انقلابی بود و قطعا شما رفقا بسیار زحمت کشیدید، چند بارم اشاره کردم و امیدوارم که در آینده بتونیم جمع بیشتری از فعالین رو گرد تلویزیون کمال این برنامه‌های مثبت و رو به گسترش به قولی جمع بکنیم و حقیقتا اون برنامه اعمال حاکمیت کماله در کردستان من خودم سرچ کردم، یکی از پربیننده ترین برنامه های شما بوده و امیدوارم که به قولی بازپخش بشه در فراخور که ذهنیت زمان داره به اتمام میرسه. خیلی ازتون معذرت میخوام. ممنونم. بله بینندگان عزیز، بسیار سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. که تقدیمتون شد گفتگویی بود با رفیق شجاع ابراهیمی، عضو حزب کمونیست ایران و فعال کارگری که از تورنتو کانادا با ما همراه بود. تا دیداری دوباره شاد و سربلند باشید. به امید پیروزی.